Ladies and gentlemen, welcome to Turkey. همونطور که دوستان عزیز در جریان است ما آمدیم ترکیه. بعد امروز میخوایم ابو موتورای دری هوا است نامش نمیفهم چیه. از او سوار شویم میگه که بر 10 دقیقه 50 یورو. زیاده گفتیم بابا کم کن. میگه نه بر 10 دقیقه 50 یورو یک قیمت است میخوای بخوای نمیخوای نه. باز ما میخوایم بریم امروز امور یک سوار شویم ببینیم چه رقمه. تا حالا سوار نشدیم نامش نمیفهم چیه. اینجا گرفتیم نامش پسند میکنم. بس بریم به طرف از موتور لب دریا لب بحر بریم خیر از هتل آساسا بیرون امو لب بحر یک بوتل های سرد هم گرفتیم چی میشه دیگه به بیرونم چی یک هوای نه گرم نه سرد هم یک هوای عالیه چی میشه که آدم زندگی کنه گرمیش تو گرمی بعدم نیست همیشه گرم که هست گرمیش خیلی گرمی خوبه ویدیو رو قطع میکنم باز لب بحر دوباره ویدیو میگیریم دوستا همیشه از این تر میشیم یک درخت است که نمیفهمی لیمویه یا نارنج کلانه چی میخوام مثل لیموس نارنج است اون مشکل خوردنش خوب نیست ببینیم نزدیک چراغ ما همیشه تر میشیم یا همیشه علامت سرخ هست یا علامت سرخ میزنم این ایش سبز نمیشه اینجا باید هم تو تر شیم پشت موتورسیکل باشه که موترم برا خودم میندازم بریم بخوام باید مواظب باشی دیگه میبینی همیشه سرخ هست اینه هم همون بحر است که ما روز آمدیم جو بازی کردیم دیگه کردیم ولی امروز میخوایم اون موتورک های روی هوا که هست از نور سوار شدیم که ببینیم چه رقمه سیک و بحر به به ما یعنی موتورک ها رو میخوایم سوار شدیم اینا رو یک جای زیبای ترکیه دیگه بریم اونجا تا شدیم که چی میشه اینا کلش هتل هتل سر تا سر هتل روز رفتیم در پشت این زیکو پشت زیکو هم شار است که هتل است خیلی بزرگ همونطور رفته دیگه میگه لب بحر کلش همونطور هتل است تا آمدیم نزدیک بحر رسیدیم چه جای قشنگیه چه جای مقبولیه باز اینی کشتی هم هست میشه کرا کنی یا این دیگه شه اینا رو میشه کرا کنی ولی ما اینی چه جای کار میخوایم کرا کنیم بحر رو ببین هوا ببین یو گیری ما کردیم دفعه دیگه هر دفعه از گیر از اینا بریخته ولی این دفعه بریخته نیست خودی سر و صدا داره اینا رو میخوایم سمش اینی هم از کرایی چبلقا واجب هر وقت اینجا مونیم بسیر گپ بزن کدش دیگه بسیر رایی کدیم که جنجال کنه
I can Netherlands, Basir. ما امروز میخوایم اون موترک ریزه رو سوار شیم. اینی را. اوه موج سایکو. واو. موج میدونه. اوه موج. تو کامرا داره تو مثلا. اینجا رو میگن 10 دقیقه خیلی کمه. اینا مسئولان نظامی کشتی هستن کرا میتن اینجا مایه میگیرن که مایه گرفت اینی مایه رو گرفت مایه چه akşam bunları yiyeceğiz. Yeah. Your name, surname, hotel, room number, date when you burn, today date, jet ski and signature please. Room number. Yes. 513. And this one? این کاغذی را که من در حال امضا کردن هستم این به معنای این هست که اگر در آب کدام اتفاق برات افتاد در گردن خودت است دیگه ما هیچ مسئولیتی نداریم همون کاغذ داریم امضا میکنیم سلام امضا کنیم 8 9 2025 Jet ski. This one? Yes. And signature. Here. Finish? Yes. And we have some rules. When you're driving, Yes. you need drive. Can you see Yeah, yellow balloon? Yeah. You drive behind yellow. Okay, good. Okay. And this? You go behind and drive there. Don't come inside. Aha. Okay? Because here is swimming area. You can't drive here. Okay. You go behind yellow Yeah? and drive 300 meters right, 200 meters left. Light left. Aha, okay, good. Oh. Don't go far. No, go, okay. We need to see you. Okay. Okay, tamam. Come on. I give you life jacket. Yeah. Abi, şunu the white, yeah? The white one. No. Blue one. White one is 200 HP. Oh, it's... It's strong. Oh, no. در جنگ میرم فقط بگی فقط بگی در جنگ میرم مرتبه قد Nefes almam geri gel deniz manzaram hiç usanma ben usandım yine sardım insanlara zaman aldı nefes almam geri gel deniz manzaram hiç usanma ben usandım yine sardım insanlara ya ben öleceğim ya sen döneceksin bu eve geri gel kafayı yiyeceğim bu gece davay خرشو olabilir uzatıyorsun ha delire vereceğim Allah'tan kork biraz sensiz ben hiç nefes almadım gönlüme ya biraz sus
Susuz kaldım bak aşk ortağım. Zaman aldı, Nefes almam, geri gel deniz manzaram. hiç usanma. Ben usandım, Yine sardım insanlara. zaman aldı, Nefes almam, geri gel deniz manzaram. hiç usanma. Ben usandım, Yine sardım insanlara. zaman aldı, nefes almam. Alles gut, wenn die gele ding toch? Ik moet buiten die. Niet binnen. Oh. عزیزا اینا میخواین که با این قایق مرا ببرن در پیش جت اسکی که در یواش نامش پرسان کردم جت اسکی بودک. بعد جت اسکی رو گرفتم میارن اونجا یک علامت زرد هسته. از علامت زرد ما باید او طرف تیر شویم. بعد اونجا ما اجازه داریم که جت اسکی رو ای کنیم. از این طرف اجازه نداریم که بیایم او طرف میتونیم بریم 300 متر و 300 متر و 300 متر و ولی دی طرف حق نداریم که از علامت زرد این طرف تیر بخاطر میگه خطرناک. یه دفعه از کنترل خارج شد خطرناک میشه. اون یک علامت زرد میبینید در پیش قایق‌ها اون از این طرف اجازه نیست گفت. فیلم باز خود از اینا از طریق پهباد برای ما گرفته که 30 یورو از اون فیلم هم گرفت. 50 یورو پلوس جمع 30 یورو 80 یورو در کل 80 یورو برای می جت اسکی ما دادیم. فیلم کنار گرفته خیلی خوب است قشنگ است. اینا فیلم از اونها میمونیم. در همین جا دیگه اینا دارن جت اسکی رو برای ما راهنمایی کردن که اینطور استفاده میشه. تحویل مداد خودشون برمیگردن دیگه. اون که روی جت اسکی میبینین خودی بنده میباشم اینمی دیگه آستای که رسیدیم تا سورش بلچیم. خودشون برگشتن دیگه. ما هم سورش آستای یاد گرفتیم. اون که جت اسکی رای میکنه ما خودیم هستم. خیلی تجربه خوبی بود. حتما اگر فرصت کردین موقعیت براتون فراهم شد از این استفاده کنین. همونطور که در تصویر مشاهده میکنین این قایق دوباره پیش ما برگشت. از من خواست که یک چند دفعه دور قایق بچرخم که میخواستن عکس بگیرن و همچنان پهباد آمده بود میخواست ویدیو بگیره. و تقریبا 40 قطعه عکس گرفت. 40 قطعه عکس و موقع یک دقیقه ویدیو گرفت پهباد. در کل جور کرد 30 یورو. اینا مرا گفت یک دفعه تو دور قایق بچرخ که ما بتونیم از تو راحت عکس بگیریم. ما اونجا چرخیدیم و اونا در حال عکس گرفتن و پهباد در حال فیلم گرفتن بود.
خب اینا هم آمدن عکسایشان رو گرفتن و دوباره برگشتن و همچه که در تصویر میبینین ما هم دیگه سوری از امی جتیسکی را یاد گرفتیم که چرا خمه میشه چپ و راست میدوانه میشه دیگه. اینا امو ویدیویی که با درون گرفته بودن امو را برای ما فرستادن. ما اینالی بعد از این ویدیو را پخش میکنیم که با هم دیگه ببینیم. بسیار ویدیو خوب جالب بود و بسیار خوشایندم بود. بسیار ساعت ما تیر شد اینجا. باید دوستان توصیه میکنم اگر رفتیم تو جای موقعیت برابر شد از این استفاده کنیم. دوستان عزیز، همونطور که در پایان هر ویدیو ما نظرات خودم میدادم، در پایین از این ویدیو هم نظر خودم میتونیم. ما آخر از این ویدیو است دیگه. نظر من میست که اگه تو جای رفتین حتما یک دفعه سوار شین. خیلی خوب است، خوشایند است و در قدم اول آستا آستا کنین که دیستن دفعه خطا نخوره که بغلطین در نیاو. به خاطر که دفعه یک طرف سر سادم فشار می یک چند دفعه که سیکسو آستا آستا کردی دیگه با سورش بلد میشیم. که تصویر ما سورش بلد شدیم چپ راست میدانم دیگه. امیدوارم که از این ویدیو دوستان لذت برده باشن. شب روز دوستا خوش. تا ویدیو بعدی بخیر.